با سلام. به درس 11 از گرامر پای انگلیسی خوش آمدین. امروز میخوایم در مورد زمان گذشته ساده صحبت کنیم. یعنی کاری در گذشته انجام شده و به اتمام رسیده و به زمان حال نمیرسه. ما کار رو 2 روز پیش انجام دادیم و تمام شده. 1 سال پیش انجام دادیم و تمام شده. که معمولا ما میتونیم از یکی از این قیود برای زمان گذشته استفاده کنیم. Yesterday به معنی دیروز، this morning امروز صبح، ترکیب last با یه قید زمان مثل last night به معنی دیشب یا شب گذشته، یا last year به معنی سال گذشته، و همچنین میتونیم از ترکیب ago با یک قید زمان استفاده کنیم. 2 years ago یعنی 2 سال پیش، یا 3 days ago یعنی 3 روز پیش. حالا میپردازیم به جملاتی که در اونها to be verb هست، اما is و are. برای تبدیلش به زمان گذشته am و is تبدیل به was میشه و are تبدیل به were میشه. was به معنی بودم یا بود و are به معنی بودند یا بودید. به این مثال توجه کنید. She was a teacher یعنی اون یک معلم بود در گذشته و دیگه نیست. و این مثال they were in this class یعنی که اونا قبلا توی این کلاس بودن، حالا الان کلاس خالی هستش، تعطیل شدن و الان کسی توی کلاس نیست، قبلا بودن، کاری که در گذشته انجام شده. حالا مثال‌های بیشتر رو با هم می‌بینیم. I was in Berlin من قبلا تو برلین بودم، الان نیستم، حالا به هر دلیلی. یا مثلا I wish I were in Berlin من آرزو می‌کردم که کاش در برلین بودم، پس الان در برلین نیستم. چنانچه مفید بود، خوشحال میشم که لایک و فالو کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید که این لایکاتون هست که انرژی میده برای آموزش های بیشتر. روز خوش.